در منوی احراز هویت سطح فعلی شما مشخص شده. شما بعد از ثبت نام در سایت در سطح احراز نشده هستید و با کلیک روی ارتقاء احراز هویت میتونید سطح کاربریتون رو بالا ببرید. در این مرحله شما اطلاعات شخصیتون رو وارد میکنید. توجه داشته باشید که کد ملی که توی این قسمت وارد میکنید حتما باید با شماره ملی صاحب سیم کارتی که ثبت نام رو انجام داده یکی باشه. بعد از تایید کپچا اطلاعات شما بررسی میشه و اگر مشکلی نباشه تایید میشه. در مرحله دوم شما باید شماره کارتتون رو ثبت کنید. بعد از وارد کردن شماره کارت با زدن دکمه استعلام سایت به شما اطلاعات صاحب کارت رو نشون میده و در صورت تایید شما کارتتون ثبت میشه. با وارد کردن این اطلاعات و تاییدشون از سمت سایت سطح کاربری شما به سطح 1 ارتقا پیدا میکنه. اما اگر خواستید سقف واریز و برداشت روزانه بیشتری داشته باشید میتونید سطح کاربریتون رو بالاتر ببرید. با زدن دکمه ارتقاء احراز هویت سایت از شما میخواد مدارک ارسال کنید. عکس کارت ملی و کارت بانکی خودتون رو در این قسمت بارگذاری کنید و در تب سمت چپ شماره ثابت خودتون رو وارد کنید. بعد از زدن دکمه ثبت شما یک تماس دریافت میکنید و یک کد 6 رقمی برای شما خونده میشه. کد رو وارد میکنید و شماره ثابت شما ثبت میشه. بعد از این مرحله باید منتظر باشید تا مدارک شما توسط سایت بررسی بشه. اگر مشکلی نباشه سطح کاربری شما به سطح 2 ارتقا پیدا میکنه. برای ارتقای سطح کاربری به سطح 3 روی دکمه ارتقای احراز هویت کلیک کنید. در این قسمت سایت از شما میخواد یک تعهدنامه بنویسید و مطابق تصویر نمونه یک سلفی با مدارک و تعهدنامه ارسال کنید. بعد از ارسال عکس شما باید توسط سایت بررسی بشه و اگر مورد تایید بود سطح کاربری شما به سطح 3 ارتقا پیدا میکنه.